بیا و مردانگی کن امشب، یه دری بزن، شاید در وا شد، شاید وقتش امشب بوده. بیا توبه کنیم از اون ترسی که ما رو از خدا دور میکنه. بیا توبه کنیم از شکستن آدمها. بیا توبه کنیم از اون دروغ و تهمتی که من و تو رو از هم دور میکنه. بیا توبه کنیم از مردم آزاری. بیا ببخشیم، بیا گذشت کنیم از سر تقصیر این آدمهای بد. بگذر، شاید فرجی شد. فرج اینه که تو از سر تقصیرات این آدمها بگذری. وقتی گذشت نمی کنی دلت بیرحم میشه. بعد پشت شیشه ماشینش می نویسه اللهم عجل ولیک الفرج. چه فرجی، چه گشایشی. دریچه دل تو باید گشوده بشه. تنگ نظری فرج نیست، بیرحمی فرج نیست، انتقام، کینه، کدورت فرج نیست. تو وقتی رنجش ها تو حمل میکنی در دعای تو فرجی نیست. خدایا چرا دل من بی خیال این خر مرده نمیشه؟ وقتی دعا میکنی و اجابت نمیشه مال همینه. یعنی قلب سالمی نداری، دل سالمی نداری. سلامت قلب فرجه. خدایا ته قدم پنجم واسه دل ما یه فرجی کن. ما سلامتی دلمون رو از تو میخوایم. خدایا با این معنایی که گفتم در کله من و در دل من فرجی کن.